رستوران بین راهی در چالوس به علت تخلفات بهداشتی بلوغ میشه. سلام برکت، چه خبر؟ امروز اومدیم با این ویدیو خفن دیگه. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. لایک و کامنت یادتون نره. عشق منید. بریم سراغ ویدیو. برای شاید این پرونده جنایی رو شنیده باشید. چرا بریم پرونده جنایی کشور دیگر رو بررسی کنیم؟ یا چند تا پرونده جنایی کشور خودمون رو بررسی کنیم. امروز یه پرونده جنایی بردم که واقعا باور نکردنیه. شاید باور نکنید. حالا بیاید این ویدیو رو تا آخرش ببینید. سال 1376 یک پسر نوجوان 19 ساله گم میشه داخل چالوس که خونه‌شون هم داخل چالوس بود. خانواده این پسره یه گزارشی به پلیس میکنه، میگه پسر ما چند روزه که رفته نیومده، فکر کنیم فرار کرد و گم شده دیگه. یک نامزد تصمیم میگیرن به شمال برن. وقتی که بار سفرشون رو میبندن داخل ماشین میذارن و راهی جاده میشن، لذت داشتن میبردن از جاده که یک مردی رو بغل جاده میبینن که یک ویلا جنگلی داره. میگه یک ویلا جنگلی داره، اجاره میده. میزنن کنار، پیاده میشن، صحبت میکنن و مرد سوار ماشین میشه، اینا رو به ویلا جنگلیش میبره که بسیار اون راه فرعی که به ویلا جنگلی میرفته خیلی سخت میرن چون که خاکی بوده. میرسن به کلبه، میبینن یکی از بسیار قشنگترین کلبه ها بوده و تصمیم میگیرن اون کلبه رو برای یک شب اجاره کنن. پیاده میشن، اساسا رو خالی میکنن، به خونه میرن و کبابشون رو تندار میکنن برای شب و یک دفعه دختره به همسرش میگه من گشنم شده و همسر میگه میخواد غذا رو همین الان درست کنه که میگه نه بریم یک رستوران. میرم به یه رستوران. وقتی تورا داشتن میرفتن نمیتونستن با ماشین برن چون که راهش خیلی سخت بوده. بعد از چند کیلومتر پیاده روی به یه رستوران بین راهی میرسن که میبینن بیرونش یک مرد داره کباب درست میکنه و خیلی خوشحال میشن و تصمیم میگیرن به داخل اون رستوران برن. این رستوران هم کلبه‌ای بوده و تنها رستورانی در نواحی اونجا بوده. میرن به رستوران. یه چند دقیقه‌ای که میشینن گارسون میاد و سفارش اینا رو میگیره. بعد دختره به گارسون میگه این مغازتون خیلی بو میده و گارسون با این نگاه عجیبی به این دختره نگاه میکنه و با عصبانیت. بعد میره سمت یخچال گارسون، مشمع گوشت فاسد شده رو برمیداره و میبره. نیم ساعت میگذره و هیچ خبری نبود. پسر تصمیم میگیره بره ببینه چه خبره، چرا غذا نیومده. پسر میره. یک ساعت بعد رفتن اون میگذره، دختره تصمیم میگیره بره دنبال پسر. میره و پسر غیب شده، دخترم غیب میشه. یه چند نفری تصمیم میگیرن توی یه جنگلی کمپ بزنن، استراحت کنن. استراحت وقتی میکردن تصمیم گرفتن به جنگل برن، چند تا عکس بندازن داخل جنگل برن. میبینن بسیار از تله های حیوانی بزرگ اونجا کار گذاشتن و دیدن خیلیه، یعنی 10 تا نی، بیش از 10 تاست. بعد سری میان جمع میکنن اساساشون رو، از اون جنگل دور میشن. یک گزارشی به پلیس میشه که یک مادر و دختر در همون نواحی، در همون نقطه که رستوران بوده غیب شد. بعد
پلیس میبینه شاید تو این جنگل یکی از قاتل زنجیره‌ای باشه. چرا باید 5 نفر غیب شن؟ و گزارشی که از اون نامزدا میشه، صاحب ویلا زنگ میزنه میگه ماشینشون دم ویلاه و هیچکی داخل خونه نی، هرچی در میزنم نیست. و این گزارش هم شده بوده راجع به اون. پلیس تصمیم میگیره به این نقطه جنگل بره. میره به این نقطه جنگل با کلی نیرو و وارد جنگل میشن. ببینن بسیار از تله‌های بزرگی داخل جنگله. رد تله‌ها رو دنبال میکنه. میرسن به همین رستوران کلبه‌ای و در رو میزنن. 3 نفر توش بودن، میارن بیرون و 2 تا از سگاشون رو وارد رستوران میکنن. و سگ‌ها اولین جایی که میرن وای میستن دم یخچال بوده که پلیس میره دم یخچال، میبینه بسیار از گوشت‌های فاسد و چند تا گزارش شده که غذاهای اینجا خیلی بدمزه است و میبینن بسیار از موادهای طعمدار شدن گوشت اونجا بوده. نمونه برداری میکنن از گوشت، به آزمایشگاه میبرن و بررسی میکنن. نه گوشت حیوان بوده، بلکه اینکه گوشت انسان بوده. برای بچه 3 نفر رو دستگیر میکنن، به زندان میبرن و رستوران رو به علت تخلفات بیشتر، تخلفات بهداشتی پلم میکنن و بعد چند سال میگذره اونجا رو هم خراب میکنن. اون 3 شخصی که گوشت انسان میدادن 3 نفرشون اعدام میشن. خلاصه برای بچینم از این پرونده جنایی بود. امیدوارم از این پرونده جنایی لذت برده باشید. تا ویدیو بعد، دوستتون دارم، عشق منید، خدا نگهدار.